سلام، امیدوارم که حال احوالتون خوب و رو به راه باشه. من برگشتم با یه ویدیوی دیگه. امروز میخوام راجع به چهارگانه اسکندریه صحبت کنم. قصدم این بود خیلی زودتر از اینا ویدیوشو بگیرم، منتها خب نشد. حالا دیگه اگه ویدیوی قبلی دیده باشین دلایلش رو میدونین. من این مجموعه کتاب رو بهار خوندم، اسفند و بهار، یعنی تقریبا برای تولدم من اینو کادو گرفتم. اواخر اسفند شروع کردم خوندن و دیگه داخل بهار تمومش کردم. حالا امروز قصد دارم که راجع به مجموعه داستان باهاتون صحبت کنم. احتمالاً اگر ببینم حالا این ویدیو چجوری میشه و مطالبی که میخوام گفته میشه یا نمیشه، اگر نشه سعی میکنم که هر کدوم از کتابا رو هم جداگانه ویدیو بگیرم و براتون داخل یه پلیلیست قرار بدم با عنوان چهارگانه اسکندریه که کامل راجبش با هم صحبت کرده باشیم. اگر اغراق نکرده باشم، چیزی که میخوام بگم تا به امروز، یعنی تا امسال، تا به امروز بهترین متنی که خوندم چهارگانه اسکندریه بوده. بی نهایت دوستش داشتم و خیلی با نثر نویسنده کیف کردم، همه جوره. چهارگانه اسکندریه، حالا اگر اسمش به گوشتون نخورده، توسط لارنس دارل نوشته شده، ترجمه خاطره کرد کریمی هست و نشر برج این چهارگانه رو چاپ کرده. اسکندریه همونطور که از اسمش پیداست داره داخل شهر اسکندریه اتفاق میفته و خب این شهر خودش یه حال و هوای عجیبی داره. به باور خیلی ها این کتاب خودش عملاً ماجرای شهر اسکندریه است و خیلی ها میگن اصلا یکی از شخصیت های کتاب اسکندریه است و اصلا راجع به اسکندریه نوشته شده. به یه جورایی، به یه گمانی این منظر هم خیلی دور از نظر نیست و خیلی هم دور از ذهن نیست که بخوایم در نظر بگیریم که این کتاب راجع به اسکندریه، چون داستان در بستر اسکندریه اتفاق میفته. بارها و بارها توسط نویسنده به شهر رجوع داده میشه، به ماجراهاش رجوع داده میشه، راجبش صحبت میشه و به هر حال اسکندریه بخشی از ماجراهای کتابه. این شهر خب همونطور که از اسمش پیداست به یکی از آدمهای عجیب غریب تاریخ نامش گره خورده. مثلا بنیانگذار اون شهر بنا به روایت‌های تاریخی این آدم اسکندر مقدونی، آدمی که خب از دروازه‌های تاریخ عملاً رد شده و وارد افسانه ها شده و باز از اون آدمای عجیب غریب تاریخی که هم در افسانه ها و رویاهای آدم‌های شرق این آدم حضور پررنگی داره و هم در آدم‌های غرب و یه جورایی میشه گفت اسکندر عملاً توی اون مرز بین شرق و غرب قرار گرفته، همه جوره. همونطور که گفتم خب شهر توسط اسکندر پایه‌گذاری شده، ولی بعدها یکی از جانشینان اسکندر، بطلمیوس اول، که خب بر مصر حکمران میشه، این شهر رو به شدت قدرتمند میکنه. یکی از بنادر تجاری بوده و همینطور قطب دانش بوده. اصلا سلسله‌ای که بطلمیوس بنیانگذارش میشه، اینها تصمیم میگیرن که اسکندریه رو تبدیل کنن به گنجینه دانش جهان و بنا به اون چیزی که من خوندم و حالا اطلاع دارم و راجبش دقیق شدم، کشتی ها که به بندرهای اسکندریه می اومدن حتما باید یک کتابی نوشته ای از جاهایی که می اومدن رو به کتابخونه شهر اسکندریه اهدا می‌کردن. متاسفانه کتابخونه اسکندریه که کتابخونه خیلی بزرگی بوده، عظیمی بوده و میگن دانش جهان درش بوده، همانند کتابخونه‌ای که ما خودمون در تاریخمون داشتیم، جند شاپور، این کتابخونه هم دستخوش نامهربانی آدم‌ها و فاتحین میشه. چند بار در تاریخ سوزانده میشه، یعنی هی احیا میشه و دوباره سوزانده میشه. اولین بار موسوم به اینه که جولیوس سزار این کتابخونه رو میسوزونه، بعدها توسط مسیحیان سوزونده میشه و آخرین دفعه هم اینجور که میگن دیگه تقریبا دوباره باز فاتحان جدید مصر اون رو میسوزونن
باز هم نابودی کتابخونه اسکندریه هم جزو چیزایی که خیلی افسانه و داستان دورشه و با خود اسکندر خیلی این چیز میشه که حتی میگن یه سری تومارهای این کتابخونه باقی مونده، وجود داره، حالا در زیر زمین‌های اسکندریه در یه سردابه‌ای، ولی روح اسکندر محافظ اون تومارهاست و نمیذاره دیگه کسی به اون تومارها نزدیک بشه. خب این هم جزو افسانه‌ها. یکی دیگه از افسانه‌هایی که در مورد شهر اسکندریه خوبه که بدونین، چون که توی کتاب بهش ارجاع داده میشه، خود اسکندر مقدونیه. اسکندر خب در اسکندریه در مصر فوت میکنه و اون اسکندر رو داخل یک تابوتی از طلا قرار میدن که حالا بعدها آگوستوس یکی از فاتحان رومی اون تابوت رو ذوب میکنه و بعد اسکندر رو داخل یک تابوتی از جنس مرمر و شیشه، چیزی که حالا میگن چون که همیشه جوری بوده که جسد مومیایی شده اسکندر قابل دیدن باشه و حتی پادشاه ها می اومدن کنار این تابوت تاج بر سر میذاشتن. منتها دیگه اصلا رد این تابوت و اینکه چه بلایی سر اسکندر و مزارش اومده که عملا محلی از داستان ها و ماجرا هاست، کسی نمیدونه. منتها همه اعتقاد دارن که یک جایی در زیر شهر اسکندریه اسکندر و تابوتش وجود داره و اگرم حالا اونایی که کتابو خوندن بعد در خاطرشون باشه که در یک از جلدها به این تابوت اشاره‌ای میشه. به هر حال بگذاریم، اینا پیشینه‌ای بود که راجع به شهر اسکندریه باید بدونین و خیلی جالبه که یه جمله‌ای هم در رابطه با شهر اسکندریه وجود داره که حالا من نمیدونم دقیقاً از کیه، ولی خب یکی از جملاتی که در توصیفش گفته میشه اینکه اگر یونان زادگاه فلسفه بوده، اسکندریه مزار و حافظ اون فلسفه بوده. به هر حال بگذریم بریم راجع به خود چهارگانه صحبت. همونطور که گفتم چهارگانه اسکندریه توسط لارنس دارل نوشته شده. احتمالاً اگر سریال خانواده دارل رو دیده باشید که BBC برد ساخته بود، اسم لارنس دارل به گوشتون خورده. البته توی اون کتاب، توی اون سریال معمولا بهش میگفتن لری. به هر حال لارنس پسر بزرگ همون خانواده است که خب اگه سریال دیده باشین میدیدین که همش پای ماشین تایپش بود و اصرار داشت که خانواده ساکت باشن که اون کتابی بنویسه. داستان واقعی اینه که خب اینها بعد از فوت پدرشون یک مهندسی بوده در هند و خود لارنس حتی متولد هنده. بعد از اینکه پدر فوت میکنه خانواده برمیگردن انگلستان، منتها خب از پس مخارج زندگی در انگلستان و لندن بر نمی اومدن. برای همین تصمیم میگیرن برن به یه جزیره در یونان به پیشنهاد خود لارنس و مادر رو برمیدارن و میرن به اون جزیره. دیگه بقیه‌اش رو میتونید برین اون سریال رو ببینید، حالا ماجراهاشون تو اون جزیره یونانیه که توسط برادر کوچیک‌ترش جرارد داره نوشته شده اون ماجراها، که اونم باز کتابیه که برادر کوچیک‌ترش نوشته. بگذریم بیایم راجع به خود چهارگانه با. چهارگانه اسکندریه همونطور که از ظاهرش می‌بینید که خب خیلی ظاهر زیبایی داره و دوست دارم اولم مثلا طراحی جلد و ظاهر شروع کنم. اگر حالا بتونیم ببینین، حالا من یه فیلمی هم میگیرم میذارم حالا داخل همین ادیت. این پایین یه نقاشی از شهر اسکندریه است داخل این قاب، پشتش هم همینطور و بعد خب این 4 جلد قرار داره. داخل پرانتز بگم که چرا دارم راجع به جلدها تاکید میکنم. موقعی که راجبش تحقیق میکردم، هم موقعی که میخوندم رفتم، متاسفانه میتونم بگم طراحی جلدایی که دیدم همه فاجعه بود و هیچ کدوم از طراحی جلدها رو دوست نداشتم. حالا یه جاهای اینجاها براتون یه سریاشو میذارم، عکس‌ها رو ببینید و با افتخار میتونم بگم نشر برج که از بهترین طراحی جلدها رو داشته که هر کدوم رو اگر شما ببینید میبینید مثلا این جلد ژوستین، مونتالیو، بالتازار و کلیا چه طراحی جلد فوق‌العاده‌ای دارن و جا داره که همینجا حالا که دارم راجع به این طراحی جلد صحبت میکنم از طراحان جلد هم تشکر کنم. آقای امیرحسین میطاربی که طراح جلد هستند و تصویرگرش این جلد آقای احسان همتی فراز
که واقعا عالی بوده و همینطور جا داره طراح گرافیک هم خانم شیما هاشمی بابت این ذوقی که این ستن برای طراحی این جلد و این کار زیبا انجام دادن واقعا جای تقدیر و تشکر داره. بی‌نظیره. یعنی میتونم بگم که اصلا من هر چقدر تو اینترنت سرچ زدم اصلا ندیدم. و یکی از فاجعه تریناشونم به نظر من اون طرح دستیه که دیگه خیلی تصویرگر ترکونده، اون کف دست رو گذاشته کف روی جلدها که دیگه اصلا اونو دوست ندارم. به هر حال اگر بخوام بگم کدومی که از جلدها رو همین ابتدای بیشتر از همه دوست داشتم، قاعدتاً ژوستین اصلا یک جای ویژه‌ای در قلب من داره به خاطر نثرش. و به جلد دیگه‌ای که خیلی دوست دارم رو من کلیا رو انتخاب میکنم و جلدی که از همه کمتر دوست دارم هم میتونم بگم مونتالیوه، با وجود اینکه حالا نوع متن و نثری که داره خیلی خاصه مونتالیو هم، ولی من کمتر دوستش داشتم. داستان ماجرای چند تا دوسته که حالا به طریقی با هم در اسکندریه آشنا شدن، دور هم جمع شدن و یه مجمع دوستی عجیب غریبی دور هم دارن. منتها این دوستی ها فقط دوستی نمیمونه، هی یه سری مثلث‌های عشقی هم بین این آدم ها تشکیل شده که یه جورای عجیب غریبه. شخصیت های اصلی هم اگر بخوام نام ببرم که ما بخوایم توی ذهنتون داشته باشین، ژوستین هست، راوی که ما تقریبا تا جلد میانه های جلد دوم اسمش رو نمیدونیم دیگه، در جلد سوم مونتالیو کاملا اسم راوی رو ما اسم کاملش رو میدونیم. نسیم شوهر ژوستین، کلیا دوست این خانواده، بالتازار و ملیسا، مونتالیو و لیلا. اینها شخصیت هایی هستن که خیلی خوبه که راجبشون صحبت بشه. و یک شخصیتی هم هست که ما همون ابتدای قصه متوجه میشیم که دیگه فوت شده و حالا یه سری حرف و حدیث هم در رابطه با مرگ این آدم وجود داره، پرسوادن. و خب پرسوادن یک جورایی با این آدم ها هم مرگش هم خودش عجیب غریب گره خورده و ماجراهایی رو به وجود فرعی دیگه ای هم هستن، مثل ناخدا اسکوبی، ارمالیر دکتر و یه سلمونی که حالا مردها بهش مراجعه میکنن و خیلی آدم های دیگه. و یک شخصیت دیگه ای هم که حالا من در ادامه بهش میپردازم که جز شخصیت های اصلی قصه هست، یعنی یه سری ماجراها باش اتفاق میفته، ولی دوست دارم بگم که یکی از شخصیت های عجیب غریب قصه است، نوروزه، برادر نسیم، که حالا خیلی میگم تو این جمع دوستی و اینها نیست، ولی شخصیت عجیب غریب. جلد ژوستین که اولین جلده از نظر نثری از همه جلدها سنگین تره از نظر من. یعنی اگر خواننده به نثر جلد ژوستین عادت کنه و با نثر ژوستین کنار بیاد، ذره ذره دیگه اصلا بقیه جلدها اصلا به مشکلی ژوستین نیست و راحت تر میتونه بخونشون. واقعا متنشون به سنگینی جلد ژوستین نیست. ما در جلد ژوستین با راوی طرفیم که اسمش رو نمیدونیم و شروع میکنه یه سری ماجراها رو برای ما تعریف کردن و خب قصه قاعدتا در جلد ژوستین به پایان میرسه و ما دیگه با این تفکر میریم جلو که اوکی، پس در جلد بعدی ما قرار داستان رو از زبان بالتازار بشنویم و یا داستان و ماجراهای بالتازار رو بشنویم که در کمال تعجب متوجه میشیم نه، دوباره داریم برمیگردیم به ماجراهای جلد ژوستین، این بار از نگاه بالتازار و تصحیح روایت راوی. به عبارتی بالتازار میاد و برای ما ماجرا رو از دیده خودش تعریف میکنه و شروع میکنه دستخط راوی رو، اون حالا دست نوشته که راوی نوشته و ما خوندیمش رو برای ما و راوی تصحیح کردن. و جالبه که دوباره ما در جلد مونتالیو منتها با نثری خیلی خیلی متفاوت‌تر
هم متوجه یه سری از ماجراهای 2 جلد قبلی میشیم، هم با داستان زندگی مونتالیب آشنا میشیم و شخصیتی که در 2 جلد اول تقریبا خیلی حاشیه است، ما خیلی کم راجبش میشنویم، سیاستمداره، ولی خب تقریبا تمام شخصیت‌های اصلی که ما تو 2 جلد قبل خوندیم به این آدم یک احترام عجیب غریبی میذارن و خیلی قبولش دارن. و به یک باره در جلد کلیا که جلد پایانی هست ما آینده شخصیت ها رو میخونیم، یعنی دیگه داستان تکرار نمیشه و ما میریم به آینده ماجراهایی که در 3 جلد قبلی خوندیم که حالا ببینیم که دیگه در آینده چه. ولی باز در همین جلد ما برمیگردیم به گذشته که خوندیم و یه سری گره ها هم در این کتاب برای ما باز میشه. خانه اسکندریه طبق اون چیزی که در پایان جلد کلیا وجود داره، اگر برید بخونیدش، یک نقدی آخر کتاب وجود داره که خیلی جالبه. در اون نقد که توسط، بذارید اسمشون رو از هم روی کتاب بخونم که اشتباه نگم، یان موریس یه یادداشتی گذاشته انتهای این کتاب، میاد میگه که خود دارل اعتقاد داشت که این 4گانه ماجرای عشق‌های مدرنه. خیلی ها باور دارن که 4گانه داستان اسکندری است. خیلی های دیگه هم خب حالا تفاوت های دیگه دارن. یان موریس مثل من باور داره که این کتاب در واقع هیچ کدوم اینا نیست و بیشتر حول و حوش حقیقت داره میچرخه و راجبه اینکه تجربه چقدر بیواسطه میتونه متفاوت باشه. حتی اگر که آدم ها با هم یه چیزی رو تجربه کنن، احتمالاً دیدگاه اون آدم ها و متفاوت میکنه اون حقیقت رو. منم خیلی باور دارم که 4گانه ماجرای نسبی بودن حقیقته، اینکه ما چقدر نسبت به یه سری وقایع که حالا خودمونم درش حضور داریم، تجربهش کردیم، نقش داشتیم، اینها دیدمون محدوده و دیدمون بر اساس افکارمون، احساساتمون، اتفاقاتی که برامون میفته و آینده‌ای که حالا اون وقایع برامون رقم میزنه، دیدمون رو نسبت به اون حقیقت دستخوش دستاویز خودش میکنه این چیزها و چقدر این حقیقته میتونه خط خطی باشه، شفاف نیست. کما اینکه خب قطعا یه چیزایی تو زندگی ما خوب مطلق و بد مطلقه، ولی این برای هر چیزی صدق نمیکنه و 4گانه دقیقا همین رو میخواد به ما بگه. تنها چیزی که من میتونم بگم در این کتاب نسبیت نداره خود اسکندری است. خود شهر اصلا هیچ گونه نسبیتی نداره و کامل ما با شهر روبرویم. کما اینکه تجربیات آدم ها باز در این شهر متفاوته، ولی باز یه سری جاها میبینیم که تجربه ها همه برابر و یکسانه، ولی وقایعی که بین آدم ها اتفاق میفته 2 به 2، 3 به 3، 4 جمعی تر، خیلی خیلی متفاوت تر از چیزیه که خودشون فکر میکنن و وقتی که میشینن پای صحبت دیگری میبینن که این حقیقته چقدر متفاوت میشه، چقدر عجیب غریب میشه. میگم متن کتاب که اصلا بی‌نظیر، مثلا با متن کتاب کاری ندارم. میرم سراغ شخصیت پردازی کتاب. خب داستان برخلاف خیلی از داستان‌هایی که ما داریم که خب زن‌های قصه ممکنه محدود باشن، پر زن‌های قوی و عجیب غریبه و اگر ویدیوی حدیث رو دیده باشید عزیز دل منم با حدیث خیلی خیلی موافقم که زن‌های 4گانه اسکندری از مردهاش خیلی قوی‌تر و پخته‌تر و جا افتاده‌ترن. منم دلیل دارم، دلیلی که من میتونم دقیقاً براش بگم اینه که خب لارنس با مادرش خیلی دمخورتر بوده و مادرش زن عجیب غریبی بوده. یعنی این چیزی که راجع به مادرش من خوندم، حتی اون سریال رو میگم اگر ببینید، مادرش به شدت زن قوی بوده. خب بعد از فوت همسرش این بچه ها رو
جمع میکنه. زندگی عشقی عجیب غریبی داشته تو همون سریال و کتابی که خب پسرش نوشته، یعنی اون سریال بر اساس دست‌نوشته ها و خاطرات پسراشه. و خب قاعدتاً لارنس زنهای قوی تری رو میتونه بسازه و من حتی میتونم بگم یکی از شخصیت هایی که وقتی داشتم ماجراهاشو میخوندم به شدت منو یاد مادرش مینداخت لیلا بود، مادر نوروز و نسیم. و خود من اگر بخوام بگم بین این زنها کدوم رو از همه بیشتر دوست داشتم، حالا زنهایی که توی کتاب وجود دارن، قاعدتاً کلیا که اصلا یک جایگاه ویژه‌ای داره بابت اینکه این زن بزرگترین ویژگیش اینه کم‌کاستی خودشو میشناسه، یه جاهایی به خودش باور نداره، بعد میره این باوره رو برای خودش میسازه، تلاش میکنه به جای اینکه نیش باشه در زندگی آدم‌ها مرهم باشه براشون. زخم‌های آدم‌های اطرافش رو میبینه، با همه بلد ارتباط بگیره و خیلی تلاش میکنه که آدم مهم و درستی باشه، چه برای دوستاش، چه برای جامعه، چه برای خودش. و اون یکی از زیباترین جاهای کتابم اون جایی که کلیا میره و خودش پیشنهاد رابطه رو به یکی از شخصیت ها میده و خب نشان از قوت این دختر داره، علی‌رغم اینکه با خجالت و خیلی ناپختگی این کار رو انجام میده، ولی این شجاعت بی نهایت در کلیا برای من قابل تقدیر بود. ولی اگر بخوام بعد کلیا شخصیتی رو نام ببرم قطعا لیلاست. باز برمیگردم به همون مادر نوروز و نسیم. این زن رو هم من خیلی دوست داشتم چون که علی‌رغم اینکه به همه اتفاقات آگاه بود وقایع رو تجربه میکرد، میدونست نمیشه، میدونست نرسیدن در انتظار اون عشقی که داره تجربه میکنه، ولی بی نهایت برای اون عشق جنگید، تلاش کرد و تا آخر به اون عشق وفادار بود که خب اینم برای من خیلی دوست داشتنی و جذاب بود. یکی دیگه از زنهایی که من دوست داشتم و واقعا میگم یکی از جاهایی که من واقعا گریه کردم و خوندمش و 2 بار خوندمش ملیسا بود و لحظه مرگ ملیسا. یعنی یکی از تکان دهنده ترین وقایع کتاب مرگ ملیسا بود. این رو هم بر حسب لو دادن قصه نذارین چون که همون ابتدای کتاب متوجه این موضوع میشین. راوی خیلی چیزا رو زودتر از اون چیزی که شما بخواین حدس بزنین براتون لو میده. ملیسا رو من خیلی دوست داشتم به خاطر قلب مهربونش، به خاطر اینکه باز ملیسا هم میدونست که چیزی که برای خودش انتخاب کرده سرانجامی نداره و با آگاهی به اینکه عشقی که داره تجربه میکنه اون عشق درست و کافی نیست، ولی وایستاد و پای عشقش و بی‌نظیر بود. یعنی ملیسا هم جزو شخصیت‌هایی بود که هم شروع خوب، یعنی با یه شروع خوب وارد کتاب میشه و با یه پایان بی‌نظیر هم از کتاب خارج میشه که من میگم توصیفات مرگ ملیسا رو خیلی خیلی دوست داشتم و واقعا باهاش گریه کردم. مردهای کتاب رو اگه من بخوام بگم که خب کیا رو دوست داشتم، پرسوادن اصلا شخصیت مورد علاقه من بین تمام مردهاست. حالا نه به خاطر اینکه فقط نویسنده است و اینا، نه، اون شوخ طبعیش، اون به شوخی گرفتن زندگی و مسائل جدی از جانب پرسوادن برای من خیلی جذاب بود. خیلی این آدم رو دوست داشتم و به نظرم یکی از بی‌نظیرترین کاراکترها بود پرسوادن. و شخصیت مرد مورد علاقم که به نظر من قوی ترین شخصیت کتاب بود، یعنی توی مردها از نظر پرداخت شخصیت و پختگی شخصیت و وقایعی که براش اتفاق می افتاد، من بی نهایت نوروز رو دوست داشتم. یعنی با وجودی که اصلا شخصیت جذابی نیست، شخصیت خوبی هم نمیشه به حسابش، اصلا با چیزهای امروزی که به هیچ عنوان، با ملاک‌های امروزی نوروز بدویت کامله، ولی همین بدوی بودنش نوروز رو خیلی جذاب میکنه، نوروز رو خیلی درخشان میکنه. خیلی داره نوروز رو به نظر من خوب نوشته و خیلی خوب بهش پرداخته و نوروز هم یکی از اون
پایان‌های بی‌نظیر رو تو کتاب داره و یه دفعه از اون شخصیتی که حالا فرعی قصه است، مثلا ربطی به ماجراهای اصلی خیلی پیدا نمی‌کنه به غیر از یکی دو جا، به یک باره با یک پایان فوق‌العاده این آدم به حدی در ذهن خواننده پررنگ میشه، پرنقش و نگار میشه، ماندگار میشه که خب این نشان از چیره دستی نویسنده داره که یه دفعه از این شخصیت یک همچین پایانی رو میسازه. دیگه بقیه شخصیت ها خیلی چیزای عجیب غریبی نیستن. راوی بالتازار حالا یه جاهایی نمیشه مثلا میگم هیچ کدوم اینها رو به پررنگی این دوتا مرد دید. حتی مثلا یک ناخدا اسکوبی هست که حالا این ها باهاش دوستن، راوی و کلیا بلخص. این آدم هم شخصیت جذابیه ها، یعنی واقعا من یه جاهایی با اسکوبی میخندیدم با کارهایی که میکرد و اینها، واقعا میخندیدم و چی میگن اون بار کمیک کتاب با این آدم بود. ولی اینم یه جاهایش خیلی جذاب نبود. اینم داخل پرانتز بگم وقتی که اسکوبی وارد شده، حالا یه ذره گذشته راجبش خوندم، من خیلی یاد اون ناخدای پیر 80 ساله داخل سریال انداخت که توی کتاب وجود داره. حالا من میگم چون داستان کتاب جرارد دالر رو نخوندم، نمیدونم که حالا این شخصیت توی اون کتاب بوده یا حالا نویسنده های سریال موقعی که داشتن فیلمنامه رو مینوشتن احساس کردن که خب اون اسکوبی رو ما بیاریم داخل این کتاب. ولی از اونجایی که داره خیلی شخصیت هایی که استفاده کرده رو میشه دید که در دور و برش بودن و حالا خودش هم اشاره کرده، همسرش، مادرش و اینها. بعید نیست که اون شخصیت ناخدایی که حالا در اون جزیره یونانی میبینن رو واقعا اسکوبی رو از روی همون اون نوشته باشه و اون شخصیت وجود داشته در جهان واقعی خانواده. یه چیز دیگه که خیلی دوست دارم راجبش بگم، یه دلیل این که زنهای این کتاب خیلی عجیب غریبن و شوره‌حالی لیلا اینقدر جذاب و زیباست، مادرشون هست. و وقتی که من میرفتم راجب این کتاب میخوندم و حالا بیشتر دقیق شدم راجب خود دارل، متوجه شدم مادر اینها از افسردگی رنج می‌برده و خب این حالت شوریده حالی که لیلا داره رو احتمالاً اصلا مادرش، برای هم گفتم شخصیت لیلا خیلی شبیه مادرشه، مادر اینها این حالت رو داشته. چیزی که میگن جرارد دالر، تو فکر میکنم توی دیلی میل خوندم، پنهان کرده بوده این ماجراهای مادرش رو. مادر اصلا مرگ پدر رو هیچ وقت نمیتونه بپذیره و حالا اتفاقات و ماجراهایی که داشته و خب بالاخره 4 تا بچه رو باید بزرگ میکرده در اون دوره زمانی خاص. مادر الکلی بوده، یه تایمی الکل زیاد می نوشیده، گویا خودکشی های نافرجام داشته و این حالت شوریده حالی که یک دفعه از جامعه کلن فاصله می گرفته و اصلا میرفته تو حال خودش و بعد دوباره مثلا شاد و بشاش برمیگشته به جامعه، برای مادرشون زیاد اتفاق می افتاده. و میگم اینم یکی از اون نکته‌هایی بود که دوست داشتم راجبش صحبت کنم. به نظرم همه این تجربه ها باعث شده که چهارگانه اسکندریه اینقدر جذاب و خاص بشه و دارل تونسته از چی میگن بطن این تجربه ها این ماجرا رو بکشه بیرون و خب قاعدتاً زیست خودش در اسکندریه در سالهای جنگ جهانی دوم هم خیلی نقش داشته در این که بتونه یک داستان درست به ما بده و مشاهده نویسنده از شهر بی‌نظیره و خیلی خاصه. برای ما که شرقیم که خب خیلی خاص‌تر میشه این ماجراها، مخصوصا یه جایی که به بوهای ادویه ها اشاره میکنه، به اون بازار شلوغی که خب ماهایی که این طرفیم بهتر درک میکنیم چیه، به اون حجاب ها، به اون چیزهایی که ما تجربهش میکنیم. میدونیم برای جهان غرب و یک غربی شاید حالت یک افسانه و 1001 شب پیدا کنه، ولی برای ما یک جور نوستالژی خاصه دیگه. یعنی ماها که وقتی میخونیم یه حس دیگه. جالب کتابم دو جا در 2 تا جلد متفاوت به اذان رجوع میکنه، به اذان صبح، و یکی از زیباترین هاست. یعنی خیلی زیبا این
اذانی رو که اینها میشنوند و این حالا معنی اذان رو میذاره و به اذان اشاره میکنه، یکی از زیبایی های این کتابه به نظر من. و اینکه این نشون میده که باز نویسنده میگم چقدر تلاش میکرده مشاهده هاش درست باشه و مشاهده هاش واقعا درسته. اگر بخوام باز چیزی راجع به چهارگانه اسکندریه بگم اینه که این تفاوت نثرها، یعنی در هر جلد ما نثرهای متفاوت رو داریم تجربه میکنیم، این تفاوت نثرها از این اثر یه اثر خارق‌العاده ساخته. و خب برای من خیلی عجیب بود که این اثر به این بزرگی چرا تا حالا تو ایران چاپ نشده، یعنی ترجمه و چاپ نشده. که خب یه ذره که میریم جلو متوجه میشیم با توجه به اینکه کتاب خیلی مخصوصا از زبان پرسوادن ضد ایدئولوژیه، همه ایدئولوژی‌ها تقریبا پرسوادن همه چی رو به سخره میگیره، ولی خب یه جاهایی اشاره به این میشه که پرسوادن به جهت اینکه ضد تفکرات چپی صحبت میکنه مغضوب درگاه نویسندگانه. احتمالاً این کتاب هم مشمول این داستان شده بی کم و کاست، به جهت اینکه خب ما وقتی که ایدئولوژی پرسوادن رو به این واضحی داریم که همه چی رو به سخره میگیره، برای نویسنده های اون زمان و بعد از اون زمان خیلی جذاب نیست دیگه، ما اینو دیگه خودمون میدونیم. به هر حال چهارگانه اسکندر رو به نظر من باید بخونید، منتها هر کسی نمیتونه بخونش، دست کم باید یک میزانی از تجربه در خوانش کتاب‌ها و نثرهای پیچیده در شما باشه، ولی میتونید تهیه‌اش کنید تا گرون تر از این نشده و گوشه کتابخونه‌تون داشته باشینش و زمانی که احساس کردین برید سراغش. خیلی هم از نثرش نترسید، برید سراغش، خیلی کتاب خوبیه. فقط یه ایراد کوچولویی که من میتونم به خود ترجمه بگم، چون ترجمه بی‌نظیره، میزان پاورقی ها و توضیحات کتاب کمه از نظر من مشکلی نداشتم چون میدونستم حالا اون وقایعی که دارن صحبت میکنن کیان، اون آدما چیان، این تفکری که داره صحبت میشه چیه، این وقایع تاریخی چیه، اونجا چه اتفاقی افتاده اینها. ولی اگر خواننده‌ای وجود داشته باشه که این وقایع رو ندونه، یه مقداری اذیت میشه. یه سری پاورقی ها وجود داره، نمیگم بدون پاورقی کتاب، ولی کمه، میتونست خیلی بیشتر باشه توضیحات کتاب که خب برای خواننده یه مقداری راحت تر بشه فهم یه سری مسائل. به هر حال اثر بی‌نظیریه، زحمت زیادی براش کشیده شده، همه جوره گفتم، طراحی جلد، متن خوب، مشخص ویراستاری خوب شده. امیدوارم که بریم بخونینه. خب فکر میکنم توضیحات تا همینجا کفایت کنه. من سعی میکنم جلدها رو جدا جدا باز ویدیو بگیرم و بیام براتون توضیح بدم، چون احساس میکنم که اگر بخوام توی یه ویدیو همه رو توضیح بدم یک مقداری از حوصله شمایی که دارین ویدیو رو میبینین خارج میشه. تا همینجا راجبش باهاتون صحبت میکنم، برید بخونیدش. اگرم خوندید نظراتتون رو برام بنویسید، لایک، سابسکرایب، معرفی من به دوستانتون از خاطرتون نره، تا دارم ممنوندارتون میشم. امیدوارم که روزگار خوش و خرم باشه براتون.